سوالی من به شما چنین است تا جایی که ما معلومات داریم و همه میدونن شما همچون نقیزه سرا همچون لطیفه‌گو و همچون مردی در بسیار جاها در بسیار اتفاقات شما همچون پزشکی قبول میکنن و سوالی من چنین است شما را همچون مردی که گروهی را با زبان روسی میخواند در تمام جمهوری میشناسند ما بسیار خواهش میکردیم که بازی و این زمان برای تمام مخلصی که در اینجا جمع آمدن و شما بگویید تمامی تماشاگران را جمع می‌کنند یک گروهی با زبان روسی سروده شود و شما را همچون گروهی سلام با زبان روسی در تمام جمهوری میشناسند تا پیش من اجازه میخونم روسی شما میخونم هر بسیار فیض بودی دیدم پیش آمدن شما نوت کردم که مرا بسیار اعضا و دیگه سلامتی نیست دیگه میشه به اعضا شکر گرگولی را باید 10-20 کوچیک که نخوندم دیگه این اثر هر یک وقت ساعت دارد چه دارد یا که من آواز ندارم بازی کنم دیگه که برای حافظی شما درکار باشه من یه شاگرد حمیله میزوشری آوردم چند خطه خودتون حافظیتون بگیرم نه استاد این گرگولی اگر اینه من میدونید که تاریخ این بسیار دراز است وقتی که این ما در نمایشنامه کوتروک بعد نقش اسکندر محکم و تومن شودروان قیمتشوی مشهور بزرگ بسیار عجایب بازی کرده بود الله حولا براتون مجبور کرد جمعی نقش بازی نکنی همین چیزا رو ما ایلوه کردم ایلوه کردم که همین با نقش مانع نشود با اون نقش پیشینه و هم نویگره باشد بسیار عاشق یادم مرا جنجال میکرد دیگر رو جنجال میکردم نه افای مردم در این اشتگی از مرا دستگیری میکرد پشت معمول کس میگیریم بعد گیریم همین رو وارد کردیم همین در همون فوتو نیازه وقتا زنده بود همون درمنویس زنده بود برای تبریک کرد حتی همین آنانه شد در مرکه همین خوزانه که شب نیست که اون در شبی روزی نه استاد من بخواه یکم نقیزه دیگه میخونم تو دیگه خوزانه میتونم استاد اگر نقیزه هم باشد ما قبول میکنیم نگه که پیامدی چقدر در تمام جمهوری با همون گروهی که تشینه کسی روز در بشینه و این زحمت اشتگیه که همه اشتگیه ما خیزه برای شما خیزنده شنونده نکرده سلامت باشید استاد ما برای شما زیتون هم آموده کردیم باش میکنیم دنیای اتمی با خانجور عاقب نمانی هر کسی نخانه شب روز نمانه در کروینا دانی هجابور یاده که کنی میگم سوار بزن که کنی بالا زندار به ماشین که کنی ماشین دار به ترکتر که ترکتر دار نقل قلمان چانگل مستندر گرگولی آتاقان سبول مگه گرگولی تولد دولن گوریستنده اونا آتاقان سبول باید گرگولی تیشینا هر کسی رو سرگاه بشینا سلوشیتی هر کسی اخرب نیکوشیتی نقشه نیمی برشوی از کس پاپا وردو گفتم گرگولی بل برشوستنان زمانی و چانگلو رو توانیلی تا سرسوایی و اینا چیزا سما دار وسیله پیدا این پدری مسترشی این کالون جوازی دواستی دورالی شیرالی پاریم ولی پدری کی سوبوت یا کچھ نہیں
Štalion Verhovna Verhovna и Прилёвский сон давай согревали поручи лично Зургули Султану. Там было написано большими буквами и черными шрифтами. Ай, Султан, ай, Султан, ай, Султан, тебя зовут добрый Султан. Сколько стран взяла войти в Иран, не слыхал на свете ждет богатырь, а имени мой турки баблан. Найзавтра прощовой сагикан, если мужик его зинтаман, на божа чамбута сделают тамоман байрам. Тазавики я вас у нас сильнейший мужик Майдона, Басабиора Багрона, Азольна Торчокуно. Кто слушает и достойно, Махкам Бабанда Миллиона, Саргам Шалем Эйдустон, Чамбул Кудем Тоджикистона. از این زیادش بلبل خواهید در شهرستان سخن شما در نمایشنامه ایوده در نقش باقی رضا سلامت باشید استاد بسیار هم پروژه خوبم من با استاد قریب 5 نمایش هم در 5 نمایش همکاری داشتیم و در یکی از نمایش‌ها که ایوده منتشر بخشیده به 100 سالگی استاد بزرگوار توسن‌زاده استاد نقش باقی رضا را بازی می‌کردن بعد کارگردان دولت بایدن خیلی سفارش دادن و همین وظیفه دادن که مثلا هر یک قهرمان باید که برای خودش یک استودیو آماده کنه وقتی که استاد قیام‌الدین چخل به صحنه آوردن در نقش قیام‌الدین در نقش باقی رضا باقی قیام‌الدین 3 تا عینک داشتن بعد دولت بایدن پرسیدن که آخه این 3 عینک برای چی؟ گفت اینش برای دیدن اینش برای راه گشتن ای سیومش برای چی؟ سیومش برای هدینه یافتن گفتن این کارا من استاد باقی رضا از جاش جلب کنم همسودک بودم بسیار وقتای جوانی و همون چیزایی که بود در حیات ما رو در همین صحنه وارد کردم مثلا باقی رو می‌پرسیدم وقتی که خیلی اما مهنت کنه این دولت می‌گرفت میومد استاد اما ریزوش بودی خیلی هم نامبر بدونی که بین‌الملل بیاد استاد می‌گرفت وقتی این حق شدیم می‌گم در خرق بشیش پالون نمیشتم چند وقت استاد سلامتیتون چخیل است میگفت که بچیم بابا همین توفلیام همه جاندار میکنه و این که فرق بود این که بازم میکنم بابا توفلیام همه جاندار میکنه بعد باقی نباید دوست بداشت من آدمای شیرستخان دوست بداشت من باقی هم یادم نگفتم که بعد توی یکی باقی بود ساقی دهان از خنده باید شد مثل تاقی باقی بود اونجا دهانات چنی تاقی بود استاد یک سوال دیگه از من با همین استاد میرزا شریف دوستان کسی پرده میدم آخرین سوال من همین است قیام‌الدین چخل در تاجیکستان همچون لطیفه‌گو همچون ایجادکاری لطیفه و همچون مردی با استعداد در ساحه حج و خنده میشناسند من میخواستم که همون لطیفه‌هایی که بغیر از اونی که در کتابی نوی شما با نام ممتاز است او که الکی تازه اجرا شده است من میخوام که برای تمام این دانشجوها برای تمام استادایی که در همین محفل کم آمدن برای همون یک 3-4 لطیفه باشد که در روز خنده در روز حج و در روز قیام‌الدین چخل اهدا گردد به تماشابینان اگر همین چیزی روایت شود ما بسیار خواستم میشیم من با اجازه شما استاد حلیمه رضا شریفی گرفته پس پرده میدم برای تماشابینان سلام